عزیز جسم و جان و تن، وطن وطن وطن، سرای اهل بیت و زن، وطن وطن وطن. برای ما عزیزترین بهشت عالم زمین، تو ماندگاری از کهن، وطن وطن وطن. باعث سرفرازی است که تاجیکستان عزیز ما همچون کشوری آزاد و آباد ارتش ملی خود را دارد و همه ساله سنه 23 فوریه روز ارتش ملی در سراسر کشور تجلیل می گردد. به مناسبت این سنه در کتابخانه مرکزی کنفرانسی علمی ادبی تحت عنوان محافظان صداقت پیشه وطن از طرف کتابخانه مرکزی و کتابخانه فیلیال رقم 3 برگزار گردید. در چاره‌بینی مذکور کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکند، کارمندان شعبه فرهنگ، سربازان بین الملل جلیلوف زیابوی و رفیع سینو و خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 بنام کریموف اشتراک داشتند. چاره‌بینی را نخست دیرکتور کتابخانه مرکزی با مولای و زرینه افتتاح نموده حاضرین را با این جشنواره تبریک نمود. جنگاوران بین الملل جلیلوف و رفیع سینو اوید کارنامه‌های جنگی خویش نقل‌ها نموده جوانان را برای خدمت در قوه‌های مسلح دعوت نمودند. اینچنین کارمند کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان علیشیر مطربوف اوید این جشنواره سخنرانی نموده جوانان را بهر خدمت به وطن دعوت نمود. خوانندگان اوید وطن، مادر، شعر، گفتار معروضه نمودند که خاطر حاضرین بولیده گردید. چاره‌بینی را سرمتخصص جلیل و جنبست نموده به مهمانان تحفه‌های خاطروی تقدیم نمود. نمیدهیم ننگ تو، گل زیروی سنگ تو، به خائنان اهریمن، وطن وطن وطن. تو شادی و نشاط من، تو بزم کائنات من، حیات و هم ممات من، وطن وطن وطن. دیار ارجمند ما و بخت ما سری عزیزی تو بلند باد، سعادتی تو دولتی تو بگذند باد، زی دوره زمانه ها رسیده به زیر پرچمی تو صف کشیده زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من، برای من غلامی ما تو از امید رفتگانی ما نشانه ای، تو بحری واریسان جهانی جاویدانه ای، خزانه میرسد به نوبهاری تو که مزرعی وفا بود کناری تو، زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من، تو مادری یگانه ای، بقای تو بود بقای خاندانی ما، مرامی تو بود مرامی جسم و جانی ما، زیدو سعادتی ابد نصیبی ماست، تو هستی و همه جهان حبیبی ماست، زنده باش ای وطن تاجیکستان آزادی من. به همه ما معلوم است که همه ساله 23 فوریه در سراسر جمهوری تاجیکستان جشن ارتش ملی جشن گرفته می شود. امسال از تأسیس این جشن 31 سال پر می شود. باید یادآور شد که در تأسیس یابی ارتش ملی سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت و موملی رحمان بسیار کلان است. محض با تشبث و دستگیری آن که سالهای تنجوی امانی شد، پیشوای معظم ملت دائم در برآمدهای خود تاکید میکنند که خدمتیان قوای مسلح باید پیش از همه دارای حس بلند وطندوستی، انتظام قطعی، مهارت و ملکه همه جانبه حربی باشند، چون که ارتش سیمای ملت و بقای عمر دولت است. باید تاکید کرد که بزرگی و آسودگی دولت از بزرگی ارتش ملی و از جوانان با ننگ و عار وابستگی دارد. هر یک شخص باید صادقانه و صافدلانه به وطن خود خدمت نماید. ز عشق وطن جوش دارد دلم، به حرف وطن گوش دارد دلم، وطن را بنازم مرا در کنار، چو مادر گرفت و نمود بختیار. به همه شما این عید ارتش ملی مبارک باشد.
سلام عرض میکنم به همه شما حاضرین گرامی اشتراکداران چهاربینی امروزه. چطوری که به همگان معلوم است 23 فوریه را همچون روز تأسیس یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان با شکوه و شهامت خاصه جشن میگیریم. امروز در کتابخانه مرکزی با کتابخانه فیلیای رقم 3 با همکاری مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 چهاربینی را تحت عنوان وطنداری شرف انسان است آماده نموده ایم پیشکش شما می نماییم. ذکر دل من همیشه نام وطن است، اوراد زبان من کلام وطن است، من واصف عشق وطن محبوبم، فهرست کتاب من مرام وطن است. این بعد گفتارها آید به ارتش ملی از طرف خوانندگان فعال کتابخانه. 23 فوریه سال 1993 ارتش ملی جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده بود که از آن 31 سال سپری گردید. ارتش نوتأسیسی کشوری صاحب استقلال با عزم استوار قدم جدی مشکلات پیش آمده را برطرف نموده سال از سال تشکر یافت. پیشگوی ملت در یکی از سخنرانی‌های خویش تاکید نمودند که ارتش ملی یکی از رکن‌های مهمترین دعوتداری خویش و سپری با اعتماد وطن عزیزمان میباشد. خدمت حربی که امتحان جوانمردی به حساب می‌رود برای هر یک شخص امتیاز است که جوانمردی خود را اثبات نماید و با این واسطه بهترین نعمت مادر وطن را از قوه‌های اهریمنی نجات بدهد. طلبگاران این امتحان امروز روی به افزایش است که باعث تحسین و آفرین است. جمهوری تاجیکستان بعد از پاش کردن اتحاد شوروی یکی از اولین دولت‌های بود که ارتش ملی خود را تأسیس داده آرامی و آسودگی و امنیت کشور را فراهم آورد. تأمین امنیت و حیات آسایشته جامعه از فعالیت جزء و تام‌های نظامی کشور وابسته. خدمت در صف قوه‌های مسلح مهمترین مکتب آبوتاب حیات میباشد. حفظ وطن، حمایه منفعت دولت، تأمین استقلالیت امنیت و اقتدار آن وظیفه هر یک شهروند است. ارتش جمهوری تاجیکستان از روزهای اول تأسیس یابی خود و حفظ استقلالیت، آرامی و آسودگی مملکتمان میباشد. 18 دکبر سال 1992 نخستین جمع‌آمد حربی ارتش ملی جمهوری تاجیکستان به امضا رسانده شد. مهر تو از مهر مادر بالاتر است. اگر مادر فرزندش را در آغوش گیرد تو باشی در آغوش دیگر مینن میخود هر دو را هم مادر و هم فرزند او را از تولد تا به مرگ جای دادیم. ما به سبب وطن مادر نمیگوییم. من خوشبختترین فرزند روحی دنیایم که وطن با نام تاجیکستان دارم. نسل جوان را پیشوا با این پیامش شاد کرد، در مرز قلبشان گلباغ‌ها بنیاد کرد. ما با پیامی پیشوا یک جا همه تن داده ایم، از حق نمی تابیم روی ما ملتی آزاده ایم. این بعد معروضه در موضوع مکتب زندگی سبق آموز صداقت و مردانگی است از طرف کارمند کتابخانه مرکزی. همساله سنه 23 فوریه را مردم تاجیکستان صاحب استقلال ما همچون روز بنیاد ارتش ملی تجلیل می‌نمایند. سنه 23 فوریه 1993 در سالنامه وطن عزیزمان همچون روز فراموش نشونده ثبت شده است. زیرا همان روز در جمهوری تاجیکستان قوه‌های مسلح ملی سازمان داده شد. این عمل با تشبث سرور دولت پیشوای ملت امام علی رحمان صورت گرفت. من بعد همچون عامل صلح و ثبات کشور حفظ مرز و بوم و تأمین امنیت مردم خدمت کرد. مردم تاجیکستان مرحله وزنین سالهای اول استقلالیت را پس سر نموده بهر بنیاد جامعه دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و یگانه پیوسته تلاش می‌ورزند. اساس مستحکم عملی نمودن تدبیرهای سازنده و بنیادکاری‌ها حکم فرما بودن صلح و صلاح در جامعه، یکدیگر فهمی و یکدلی مردم، همزیستی همه ساکنان به شمار می‌رود. در سالهای اول استقلالیت با راهنمایی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اصلاحات ارتش ملی به راه مانده شده حفظ وطن همچون با شرفترین کسب و رسالت اعتراف گردید. درباره ارتش ملی تاجیکستان، درباره همون گونه روزگاری که اون زمان خیلی وزنین بود زیاد گفتند و میگویند، لیکن امروز هر یک ساکن تاجیکستان، هر یک فرد خودآگاه و وطندوست باید شکرگزاری کند از استقلالیت دولتی. محض توسط استقلالیت دولتی
тавассути кӯшу заҳматҳои шабонарӯзии роҳбарияти олии кишвар имрӯз артиши миллии тоҷикистон дар ҳамин пояе қарор дорад ки омада расидааст. аз сифр оғоз кардани низоми давлату давлатдорӣ ин кори сода нест. барои ҳамин имрӯз бояд ки ҳар як ҷавонмард, ҳар як он нафаре ки хешро дӯстдори ватан медонад, бояд ки ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон пайвандад ва ба ватан содиқона ва аз рӯи имону виҷдон хизмат кунад. артиши миллии тоҷикистонро 31 сол сипарӣ мешавад аз рӯи таъсисёбиаш. имрӯз тамоми он шароит, тамоми он имкониятҳо, тамоми он чизҳои лозимие ки барои хизмат кардани як нафар ҷавонмард зарур буда бошанд дар қисмҳои низомии тоҷикистон фароҳам оварда шуданд. ва аз ҳамин фурсати мусоид истифода бурда аз ҳар нафари мову шумо ҳамин гуна даъват ба аввал оварда мешавад ки бояд дар байни мардум, дар байни падару модарон, дар байни хешу ақрабо мо корҳои тарғиботиву фаҳмондадиҳиро барои оне ки ҷавонмарди тоҷик равад дар сафи қувваҳои мусаллаҳ хизмат кунад, ватанро ҳифз кунад, модарро ҳифз кунад, бояд зиёд ба роҳ монда бошем ва пас аз чанд фурсат даъвати баҳории ҷавонон низ ба сафи қувваҳои мусаллаҳ оғоз мегардад ва мо иттимони комил дорем ки сафи ҷавонмардоне ки бо хоҳиши худ барои ҳифзи марзу буми ватан омодагӣ мегиранд ва ба сафи қувваҳои мусаллаҳ мепайвандад зиёд мешавад. барои ҳар яки шумо рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистонро аз номи раёсати кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакен муборакбод мегӯям. ҳоло қироати шеърҳо аз тарафи хонандагони фаъоли китобхона. вақте ки тоҷикистон дар хоку хун ниҳон буд, фармон равои мутлақ дорандаи камон буд. пиру ҷавони кишвар ларзон зи биму ҷон буд. сарсон хона вайрон از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی بروز سختی مشکل کشای ملت. ای قهرمان ملت، زور و توان ملت، گردید ریش پیوند جانت به جان ملت. عسکری وطن سوبانی ماست، لشکری وطن پاسبانی ماست. سرحدی دیار در نگاه است، عسکری وطن هست چون سپر. مرز بوم من ایمن از وطن، حفظ امنیت این شعار است. حفظ مملکت افتخار است. وطن سر می شود از گهواره ز شیر پاک و از پیستان مادر. وطن سر می شود از آن تباره که آن را ساخته دستان مادر. وطن بهبودی و بهروزی ماست، وطن خوشنامی و فیروزی ماست. خاک تو گنج خیز، صبح تو عطرریز، روی دشت و دمن لاله ات خندریز. ای وطن ای وطن تاجیکستان من، قلعت نقره‌ساز، چشمت پرصفا، میوه‌ات شکرین، هر گیاهت شفا. ای وطن تاجیکستان من. ارتش ما پاسبانی ملت است، مقصدش نام و نشانی ملت است. پاره که شعر خواندند اسکران، خود دوام داستان ملت است. باشد صدای خوشترین بر گوش دل سازی وطن. صبحانه خود میکنم اشک سحرناز وطن. گاهی به سودا میبرد گنج وطن را زمره، با نرخ جانم میخرم هر سنگ پردازی وطن. حالا سخن به مهمانان عالی قدر، جنگاوران بین الملل داده می شود. این زندگی خوش ما، این تالار زیبایی که حال ما با شما نشستیم، در اثری یا در نتیجه مبارزه و تلاش های شیرمردان
و آن شخصانی که استقلالت تاجیکستان را دفاع کردند به دست آمده است. من خاطررسان کردنی میشوم که قوه‌های ملی یا ارتش ملی یکی از رکن‌های اساسی دولت و دولتداری است. در همه دور و زمانها فرزندان با آر و ننگ باید وطن را محافظت کنند. ما باز افتخار میکنیم از پدران خود که آنها هم وقتی که دشمن به وطن ما هجوم کرد، گرمانی فاشیستی، آنها وطن را محافظت کردند. شخصا پدر خود من در جنگ اشتراک کرده، در آزادکنی شهر سیواستوپول یک دست خود را با یک دست چوبین برگشتند. وطن از بهر ما گنجینه میراث اجداد است و را چون گوهر چشم حفظ کردن هر زمان فرض است. چون رستم چون سیاوش بهترین گردی وطن باشیم و دشمن حمله آوردن به تیر و با کمان فرض است. حالا قرائت شعرها از طرف خوانندگان. شکر آن دارم که من با تاجیکستان زندم، در کنار موج دریای زرافشان زندم. شکر آن دارم که من در این وطن، این سرزمین، با بدخشان و خوجند و وخش و ختلان زندم. الا ای هموطن، شکری زمین و این زمان فرض است که جان دادن برای مرز و بوم این مکان فرض است. وطن یکتاست، مادر هم ردیف او اگر دانی، به یزدان سجده کردن در وطن هم بیگمان فرض است. در آغوش پرارمانش همیشه دل جوان مانیم، وطن را دوست داشتن هم به پیر و هم جوان فرض است. خاک وطنم سرمه چشمان من است، روی وطنم آینه رخشان من است. من را وطنم تربیه بسیار نمود، فرزندی به خود نیک و وفادار نمود. من بمیرم از برویت ای وطن، میکنم جان را فدایت ای وطن. سنگ خارویت برویم گوهر است، من بگیریم از برویت ای وطن. کوههای سربلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بیخوبار. مردمانت صاف دل و خاکسار، چهار فصلت می نماید چون بهار. ای وطن جانم وطن جانم وطن، هر خس و خورت به من بخشد چمن. یک نفس امکان من به تاجیکستان نیست نیست، در تن من جان من به تاجیکستان نیست نیست. تاجیکستان نام من، پرورده شیر اشکام من، هم نمک هم نان من به تاجیکستان نیست نیست. باشد صدای خوشترین بر گوش دلسازی وطن، صبحانه خود می کنم اشکی سحر نازی وطن. گاهی به سودا می برد گنج وطن را زمره، با نرخ جانم می خرم هر سنگ پردازی وطن. گوشی فلک آزرده شد از شعرانی یاوگو، شعری وفا خواند همه مومن دروازی وطن. آنیزی دردی ملتش با صد نوا بگریسته است، آدینه هاشم بود ممتاز خوشخوانی وطن. وطن پیوسته پیک رادمردی است، به پا ایستاده پیمان من و توست. دلی او در دل ما میزند دیر، وطن در خون شریان من و توست. حالا سرود صداقت از طرف خوانندگان فعال کتابخانه. ایا تاجیکستانی آزادی من، امیدی دل و خاطری شادی من. چو فرزندی تو حاضرم بر دفاع، به حفظ تو جان را نمایم فدا، به حفظ تو جان را نمایم فدا. وطن بایسی افتخارم تویی، وطن منبعی اعتبارم تویی. وطن تربودی وجودم تویی، وطن قبلگاهی سجودم تویی. وطن قبلگاهی سجودم تویی. منم وارثی رستمی داستان، چو واسه رزم آوری پهلوان. چو سربازی تیمور ملیک زمان، نیابد ز من دشمنی تو امان، نیابد ز من دشمنی تو امان. وطن بایسی افتخارم تویی، وطن منبعی اعتبارم تویی. وطن تربودی وجودم تویی، وطن قبلگاهی
جان به تو صادقیم، همه یک تن و جان به تو صادقیم. وطن باعثی افتخارم تویی، وطن منبعی اعتبارم تویی، وطن تربودی وجودم تویی، وطن قبله‌گاهی سجودم تویی، وطن قبله‌گاهی سجودم تویی. سرنوشتی قسمتم از ملک تهران تاجیکم، زاده مشرق زمین از خاک ختلان تاجیکم. حالا سخن به جنگاور بین الملل محترم رافع سینا داده می شود. ما بسیار از برنامه موسیقی و ادبی شوینده تماشا کردیم، بسیار شاد شدیم. رحمت شما و تشکر. از خروج قوشونهای سابق اتحاد شوروی از خاک افغانستان 35 سال پر شد. چقدر که معلوم است در این نبردهای افغانستان تعداد معینی نظامیان از تاجیکستان هم نیز اشتراک کرده بودند. ما هم از آن جمله هستیم که از پنجکین 262 نفر به همون نبردها رفته بود. از پنجکین امر تقدیر بود است که ما دیومه هم آموزگار که هستیم، مکتبه با تعلیم درسی اینگاه زبان ادبیات، من تاریخ، تربیت جسمانی، حقوق درس می دادم. با امر تقدیر ما به سرزمین افغانستان دعوت کردن، ما سرزنی نکردیم. پیچ خیلی بود، فرمان شد روسیه جبه یست میگوید و میرید، این گریز و این گوی نیست. حاضرین محترم، همکاران محترم، سربازان بین الملل، خوانندگان عزیز، همه شما را به این بارگاه علم و دانش به کتابخانه ما خیر مقدم میگوییم و از فرصت مناسب استفاده برده از نام مأموریت کتابخانه مرکزی همه شما، مخصوصا آنهایی را که در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان خدمت کردند، مهمانان محترم ما، سربازان بین الملل را با این جشن پرشکوه تبریک و تهنیت گفته و هر یک شما خانه آباد و پیش از همه صحت سلامتی را تمنا دارم. و چطوری که اینجا استادان محترم از آن لحظه های جنگ های نبرد افغانستان بر ما گفتن، نقل ها نمودن، میخوام جوانان ما با سری بلند با یک افتخاری و تنداری در صف قوه های مسلح جمهوری عزیزمان خدمت نمایند، چون که مرز و بوم وطن ما را محض جوانان ما، فرزندان ما باید که حفظ نمایند. و امروزه کنفرانس علمی ادبی تحت عنوان وطنداری شرف است که از طرف کتابخانه مرکزی و کتابخانه فیلیالی رقم 3 با سرداری مرزوی و کارمندان کتابخانه با اشتراک فعالانه خوانندگان مؤسسه تحصیلاتی میانه رقم 3 و نام نبی جان کریمov و با استاد محترم نامعلم عزیز که اینجا حضور دارند برگزار کردید. خیلی پرمحتوا بود. با همه شما اظهار تشکری می نمایم. سپاسنامه مکافانیده می شود به خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر پنجکین به نام نبی کریمov برای اشتراک فعالان در کنفرانس علمی ادبی بخشیده به روز ارتش ملی.